دوستای گرامی، در سوره فاتحه و خصوصا در ایاک نعبد و ایاک نستعین این راز بندگی هست و خلاصی قرآن کریم دی است. در سوره فاتحه الله سبحانه و تعالی خود را معرفی کرده و بعد از او مسئولیت بنده ها را گفته که وقتی الله سبحانه و تعالی خود را به بندش معرفی میکنه و بنده الله سبحانه و تعالی را میشناسه، مسئولیتش چیست؟ ایاک نعبد و باید عبادت کنه الله سبحانه و تعالی را و ایاک نستعین از او طلب کمک. شما توازن را در سوره فاتحه ببینید، توازن را از لحاظ لغوی و بلاغی و از لحاظ ترتیب میبینید. به هر طرف اعجاز قرآن کریم شما میبینید. در 3 آیت اول معرفی الله سبحانه و تعالی و حق الله سبحانه و تعالی بیان شد. در 3 آیت اخیر چیزایی که مربوط به بنده میشه او بیان میشه. 1 آیت در بین میمانه که ایاک نعبد و ایاک نستعین است. در اینجا این آیت مشترک است بین الله سبحانه و تعالی و بین الله سبحانه و تعالی و بین بندش. چیز دیگه که بسیار اساسی است در سوره فاتحه دوستا، او مسئله علم و عمل است. در سوره فاتحه نصفش علم است و نصفش عمل است. متوجه شدین؟ علم و عمل بیان میشه. از او خاطر ما در روز اول براتان گفتیم که طالب علم ما و شما باید علم با عمل با هم چی کنیم؟ جمع بکنیم. ما شما در مسیری هستیم که نیاز داریم به این. یکی از موفقیت ها یا یکی از اسباب موفقیت طالب علم و یکی از موفقیت های دعوتگر چیست؟ اتصال باللیل، که در شب رابطه داشته باشه با الله سبحانه و تعالی. از او خاطر نماز شب اگر 2 رکعت هم میتونین حداقل بخوانیم. حداقل اگر 2 رکعت تانستین، امام اهل سنت احمد بن حنبل رحمه الله میفرماید که ما تعجب میکنیم که طالب علم نماز شب نداشته باشه. یعنی چطور توقع کامیابی و توقع موفقیت را داره که هیچ نماز شب نداشته. ولو 2 رکعت نمیتونین نماز وترتان در اخیر شب بخوانید. همین 3 رکعت وترتان در اخیر شب بخوانید که اون موقع شب است که الله سبحانه و تعالی منتظر دعای و مناجات بندش است. و سوره فاتحه سوره مناجات، سوره است که در اینجا الله سبحانه و تعالی برای تو جواب داره. چه احساس داری؟ گاهی وقت یک شخص دیگر زیاد دوست داره، ساعت ها برای صحبت میکنه، باز چه میگه اگر در تمام عمرم برای تو صحبت کنم هیچ گاهی خسته نمیشه. این رو به کی میگه؟ یک مخلوق مانند خودش است. اگر اجل فرا بگیره هیچ کسی نمیتونه نجاتش بده. متوجه شدین؟ در اینجا مناجات است با الله سبحانه و تعالی. وقتی که تو سوره فاتحه را با مفاهیم تدبریش میاندیشی، بعد از اینکه دانستی، آنقدر از برای تو لذیذ بوده باشه که هر قدر که تو میخوانی و تکرار میکنی، مثل از اینکه با یک دوست بسیار عزیز که عزیزترین شخص پیشت است نشسته ای و هیچگاه از او احساس خستگی نمیکنی. تدبر خو امی گفتیم که عاقبتشه، وصول الی غایتشه، که ما وقتی از همین خاطر ما بین تفسیر و تدبر جمع کردیم که ما وقتی مفاهیم قرآنی را میخوانیم تطبیق عملی بکنیم در زندگی خود. حالی بین علم و عمل گفتیم. ببینین 3 آیت اول علم است. علم در مورد چیست؟ در مورد معرفی الله، علم شناختی الله متعال است. و یکی از بزرگترین اسباب ثبات از برای یک مؤمن العلم بالله است. به هر اندازه‌ای که شناخت ما از الله سبحانه و تعالی بیشتر بوده باشه، به همون اندازه ثبات و استقامت ما در دین زیاد می باشه. و در 3 آیت اخیر و در آیت اخیر که آیت 4 هم شاملش میشه، مسئله عمل شامل است. علم و عمل وقتی با هم یک جای جمع شد، کدام است؟ اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کدام است که علم و عمل با هم چی شود؟ علم و عمل با هم جمع شود. هر زمانی که علم با عمل یک جای جمع شد، این کدام مسیر است؟ صراط مستقیم است. هر زمانی که علم بود اما عمل نبود، کدام راه است؟ مغضوب علیهم، غضب الله سبحانه و تعالی هست. اینها که بودن یهود بودن
اما اینجا خاص نیست که تو هر وقایت خواندی بگویی یهود هستی به مشرکین است، ما دیگه بیغم قراش نشسته باشی. هر کسی که امی صفات را داشته باشه، امی سلوک و خصلت هایی که در یهود بود، سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه می فرماید که هر شخصی علم داره و عمل نمیکنه، در او شباهت یهود است، شباهت با یهود است. هر کسی علم داره عمل نمیکنه. متوجه شدین؟ دوستای گرامی، مسئولیت بسیار سنگین است، از ما شما میدانیم. او کسایی که نمیدانه مسئولیت از اونا کمتر است از ما. چرا؟ ما میدانیم و در حالی که بدانیم باز عمل نکنیم، این بسیار سنگین است. و کسی که سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه میفرماید کسی که باز علم نداره عمل میکنه، در او شباهت با نصارا هست. حالی شما ببینین که وقتی علم با عمل یک جای جمع بود، صراط مستقیم شد. وقتی